درباره یکی از قهرمان اساسی فیلمی هرگز رها نمیکنم درباره نوریه یعنی امینه گلشن براتون معلوماتی پرکش میارم. امینه گلشن هنرمند و مدل شناخته ترکیه بوده. 30 اپریل سال 1993 در شویتسیا به دنیا آمده است. قدش 178 سانتی متر، وزنش باشد 55 کیلوگرم می باشد. پدرش از عراق و مادرش باشد از ازمیر ترکیه می باشد. اوله امینه چندان کلان نیست. او، پدر و مادرش و برادرش زندگی می کنند. در اول اویلش در ترکیه زندگی می کردند. پدرش بعد اویله دارشویش در گرانیتسا کار و دوام دادن می خواهد. از این رو پدرش بعد کنترکت بستن به شویتساریا دو همراه اویلش رفته زندگی می کنند. امینه و برادرش در همانجا به دنیا می آیند و آنها را پدر و مادرش خیلی خوب تربیه می کنند. چه خیلی که روزنامه ها قید کردن سالهای مکتبخانه این دختر زیبا در شویتسیا گذشته است. در اینجا وی مکتب بین المللی گتربورگ رو ختم کرده است. امینه میگوید از کودکی میخواستم در هوا پرواز نمایم، برای همین آرزو میکردم استیوردس شوم. نوابسته پدر و مادر امینه در شویتسیا زندگی میکردند. آنها مدنیت و علوم‌های ترکی را همانجا پاس می‌داشتند. بین خود با زبان ترکی حرف می‌زدند و به فرزندان خود ترکی را می‌آموزاندند. وقتی که امینه 20 ساله می‌شود با مادرش به ترکیه شهر ازمیر برمیگردند تا من بعد اینجا زندگیشان را ادامه دهند. پدر و برادرش باشد برای کارهایشان در شویتسیا میمانند. موفقیت و کامیابی های امینه بعد اشتراک در کنکورس میس ترکیه که سال 2014 برگزار گردیده بود به دست آمده است. بعد آن راه می‌یابد به کنکورس میس میره. امینه هیچگاه آرزوی مدل شدن و یا هنرمند شدن را نمی‌کرد. یکمین سلسله فیلمی که در آن امینه نقش آفریده است این فیلمی هرگز رها نمی‌کنم است که به نوارگیری این فیلم از سال 2015 تا سال 2016 ادامه یافته است. در این فیلم امینه در نقش نوریه که بعد وفات پدرش با عمه‌اش به استانبول می‌کوچند نقش آفریده است. بعد نقش آفری در این فیلم امینه در خود مسئله هنرمندی مشهور شدن را قرار می‌برد. سال 2017 امینه را باز در یک سلسله فیلم دیگر دعوت می‌نمایند. وقتهای خالیگی خود را با گرفتن عکس ها می گذراند. امینه در کوچه های استانبول با صورتگیرک رفته عکس گرفتن را آغاز می کند. در صفحه اینستاگرام خود همیشه برای مخلصان خود عکس های نو می گذارد. اینچنین در وقتهای خالیگی خود کتابخوانی را خیلی زیاد دوست می دارد. خیلی که منبع ها میگویند دوست داشتن دختر کسی را بسیار مشکل است. برای همین دل این دخترک را به دست آوردن بسیار مشکل است. امینه درباره حیات خود گپ زدن را دوست نمی‌دارد. وی بسیار جوان است. چه خیلی که روزنامه ها قید کردند حاضر این اکتریس بسیار کار میکند که یک آرزوی خود را عملی نماید که این آرزویش خانه شخصی خود را داشتن است. گپ است که این دخترک با فوتبال باز مسعود اوزیل علاقه دارد. دوستانی عزیز، تا امروز درباره کدام هنرمندی که ما حرف زدیم آنها در سامانه اینستاگرام صفحه شخصی خود را دارند. اگر شما میخواهید معلومات بیشتری درباره این هنرمند پیدا نمایید پس میتوانید در سامانه اینستاگرام این نفر در صفحه شخصی او ابونه شوید. درباره محیط اویلوی و درباره کار و فعالیت هنرمندیش معلومات دسترس نمایید.